بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد خدای بزرگ شروع میکنم و امیدوارم تا این لحظه جلسه قبلش رو خوب نگاه کرده باشید. بچه امیدوارم کارهایی که گفتم انجام داده باشین، کار کرده باشین، سوالا رو نگاه کرده باشین، آماده باشید واسه حرفای امروز ما. ما قبلا به شما شتاب درس دادیم، سرعت درس دادیم، یاد دادیم نمودار شتاب زمان، نمودار مکان زمان، نمودار سرعت زمان چی هست. یاد دادیم یه نمودار خیلی مهم داریم به نام نمودار سرعت زمان که شترمرغه، همه این کارا رو انجام میده و خیلی از چیزا میتونین روش در بیارین. با سطح زیرش میتونین چی رو پیدا کنین؟ جابجایی رو، مسافت رو میتونین با استفاده از شیب شتاب رو استخراج کنین و خودش هم راحت بهتون سرعت رو نشون میده. تند و کندشوندگی، تغییرات شتاب، تغییرات سرعت، همه چی از روش قابل محاسبه است. این نمودار خیلی مهم کمک کرد که خیلی از چیزا رو یاد بگیرین. حالا یواش یواش کاربردش رو اینجاها میبینین. از امروز، از این جلسه به بعد انواع حرکت رو یادتون میدم. امروز حرکت یک نواخت یاد میدم، جلسات آینده 2 جلسه حرکت شتابدار یاد میدم، شتاب ثابت، بعد 2 جلسه 3 جلسه هم حالا هر چقدر که شما بکشین، انرژی داشته باشین، میریم سراغ حرکت سقوط آزاد که مثالی از حرکت شتاب ثابته. بعد ان شاءالله وارد دو بعدی میشیم. در واقع استخوان سینماتیک تموم شده. فقط میخوایم با تمرین‌های بیشتر کیس‌های خاص رو یاد بگیریم. وقتی سرعت تغییر نمیکنه، وقتی سرعت با نرخ ثابت تغییر میکنه، وقتی وضعیت سقوط آزادی داره. قطعات جدیدی نیست، همون داستانه ولی یه جور دیگه نواخته میشن. ولی نگاه کنید ببینید چجوری درس امروز. امیدوارم همراه باشید و یاد بگیرید دوباره اون حرفای گذشته رو تمرین کنید. سلام استاد منتظری. سلام به استاد عزیز آقای کامیار خوب. حالتون چطوره؟ مرسی، ممنونم. قربان شما، تشکر. مرسی. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستانم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. وارد جلسه 4 از بحث سینماتیک میشیم. پی میگیریم با استاد کامیار. بی صبرانه منتظریم. ممنونم. استاد همونطوری که میدونیم امروز داستان ما حرکت یک نواخته، یعنی حرکت بدون شتاب و همچنین سرعت نسبی، یعنی مقایسه 2 تا متحرک با هم دیگه. اول من اینو کار میکنم، به یه جایی میرسونمش و بعد ان شاءالله سرعت نسبی رو در انتهای جلسه با هم نگاه میکنیم. بسیار عالی. من سلام علیکم با مثاله. خیلی خوبه. عاشق مثالم. چیزی مثل مثال تو زندگی به آدم چیزی یاد نمیده. خب به این شکل نگاه کنید. این نمودار مکان زمان رو به من نشون میده. مکان زمان ساده ایه چون خط با اصلا دیگه هیچ پیچیدگی هم نداره تو دلش. واسه این حرکت چند ثانیه طول کشیده به نظر شما؟ این حرکت اولا که ما از مکان منهای 12 رفتیم به مکان 18. بله. این مسافتی رو که طی کردیم تو 7.5 ثانیه طی کردیم. پس 7.5 ثانیه زمان کل بله. رسم نموداره. اولین سوال اینه. میگه در 7.5 ثانیه چند متر حرکت کرده. بچه‌ها من قبلا چی بهتون گفتم جابجایی مبدا رو به مقصد وصل میکنه. درست شد. الان طول بردار جابجاییمون رو میخواد. استاد این از کجا شروع کرده؟ ما از مکان منهای 12 یه ماشینی رو چون این محدوده ایکس حرکت جابجایی از مکان منهای 12 رسیدیم به 0 و ادامه دادیم رسیدیم به 18. پس 12 تا و 18 تا با هم 30 تا رو طی کردیم. بله. اما این 30 متر کلا 7.5 تا طول کشید. ممنون. دقیقاً همین که شما فرمودید. اما قسمت دوم سرعت رو میخواد در 3 ثانیه. ما قبلا گفتیم سرعت شیب نمودار چیه؟ مکان زمانه. استاد شما که تو کلاساتون خط و درس میدین یکی از خواصی که تاکید میکنین اینه که شیب خط تغییر نمیکنه. والا تا اونجایی که من یادمه یه خط شیبش در همه جا ثابت. تمام شد. درسته؟ اشتباه که نکردم. نه، حالا معلم فیزیکا میگن این سرعتش همه جا ثابته. آره چون ما به این شیبه میگیم سرعت، شما میگین خط. بله، الان یه خط دیگه. آره. این شیبش ثابته. ما میگیم نمودار مکان زمان خط در واقع شیب چی؟ یعنی در واقع این مکان زمان دیگه نمودار شیبش مکان سرعته. شیبش هم پس میشه چی ثابت؟ یعنی سرعت ثابت. پس من خیلی اصرار ندارم برم سراغ 3 ثانیه دارم. مثلا 3.5 ثانیه چه فرقی شما میکنه؟ اصلا مهم نیست. یعنی حتی میخوام اینطوری بگم سرعت متوسط با سرعت لحظه‌ای برابر است. زنده باد. یعنی ما اگر ابتدا رو به انتها وصل کنیم 30 متر رفتیم تو مدت 7.5 ثانیه. ولی یک نواخت. بله. یعنی هیچ تغییراتی نداشتیم. دلیلش به خاطر این که ما نمودارمون نمودار خطه، انحنا نداره. بله. چون نمودار یه تابع درجه 1 هستش، تابع درجه 1 ضریب اون تی، یعنی متغیرمون ضریبش ثابته. بله، متغیر ضریبش ثابته. ما میگیم سرعت ما. آره، شیب یا سرعت. خب. پس به خاطر همین میگیم من 12 به 18 رفتیم 30 تا. مکان 30 تا طی شد، یعنی جابجایی 30 تا نسبت به 7.5 تقسیمش با هم دیگه. مرسی. بچه‌ها نگاه کنید این چقدر الان این جابجایی مونه. یه مثلث درست کنید اینجا، ضلع مقابلش همونطوری که فرمودید میشه چقدر؟ 30.
به ضلع مجاور 7 تا نیم. برای سرعت ما میشه 4 متر بر ثانیه و ثابت. برای همین کلمه سرعت متوسط، سرعت لحظه‌ای همش به یه معنا. دیگه حالا خیلی توی این بحث گیر نمیدیم. آقا به این میگن حرکت یک نواخت یا راست خط یک نواخت. تمام شد. پس نتیجه اگر حرکت یک نواخت باشد، نمودار مکان زمان آن خط راست است. خط راست است. حالا این خط راست بچه‌ها فکر نکنن که حتما افقیه، ممکنه کج باشه. نه هر جوری. یعنی در واقع پایین باشه. آره. مشکلی نداره. آره. ببینید استاد، همونطور که میدونیم داستان این حرکت اینه که وقتی زمان میگذره جابجایی‌های ما نرخ مشابه دارن. به عبارتی تو دلتا تی های مشابه شما دلتا ایکس های شبیه هم دارید. یعنی الان من یه تی طی کردم یه مقدار طی میکنم، یه تی دیگه طی کردم به همون اندازه همون مقدار رو طی میکنم مساوی با قبل. بله. جابجایی مساوی در زمان مساوی، برای همین خط میشه. بله نمودار خط میشه. بسیار خوب. دلتا ایکس ها و دلتا تی ها با هم دیگه نسبت مساوی دارن. به عبارتی این مثلث رو بچه‌ها هر جا بچسبونین به این خط شیبش همونه که مثل قبلی است. برای همین فرق نمیکنه، سایز این مثلث هیچ فرقی نمیکنه، همیشه همین قدره. در واقع دلتا ایکس به دلتا تی تو همه جا یکسانه. دقیقاً، که ما بهش میگفتیم چی؟ سرعت یا شیب. یا سرعت. شما میگین شیب، ما میگیم سرعت. بله. بسیار خوب. حالا اگر من بخوام واقعا این شیب رو بکشمش، یعنی در واقع دارم یه مقدار ثابت رو رسم میکنم. خب الان اینجا شیب مثبته. بله. و مقدارش ثابته. خب پس سرعت مثبت، مقدارش ثابته. پس یعنی در واقع من از این مقدار مثبت حرکت میکنم، ثابت هم باید باشه تا ابد. و سلام. مثلا سرعت 6. پس این نمودار وی تی میشه. قطعاً بله. پس نمودار وی تی ما بچه‌ها میشه یه نمودار افقی بدون بالا پایین. شیبی در کار نیست. یه سوال، اگر خط من درسته، اگر خط من اینطوری باشه، یعنی شیبش منفی باشه، پس سرعتش هم منفی میشه دیگه. بله استاد، ما همینطور که میدونید قبلا گفتیم شیب هم میتونه مثبت باشه هم منفی. وقتی شیب رو به پایین دلتا ایکس ما منفیه، خب. به عبارتی چون دلتا تی منفی نمیشه پس و باید منفی بشه. موافقم. الان اینجا شیب منفیه، پس سرعت منفیه. بله. پس نمودار سرعت زمان ما از پایین شروع میشه. بله. از ارتفاع منفی شروع میشه، یه خط افقی میشه. بله. دقیقاً مثل همینه ولی زیره. بسیار. سرعت هم نداشته باشه، یعنی این افقی بشه، خب این میچسبه به محور و دیگه اصلا هیچی نیست دیگه. بله. میره نابود میشه. مرسی. اما دلتا وی به دلتا تی رو قبلا تعریف کردیم شتاب. بله. بنابراین باید اینجا شتاب 0 باشه. چرا؟ چون سرعت تغییر نمیکنه. در واقع شما هر نموداری که داری شیبش رو حساب میکنی، بعدی رو داری. دقیقاً یه پله میریم بالاتر. مکان زمان شیبش میشه سرعت. سرعت زمان شیبش میشه شتاب دیگه. بله. پس یعنی الان اینجا من این نمودار سرعت زمان شیبش چنده؟ صفره. پس یعنی باید شتاب من صفر باشه. این از اینجا باید شروع بکنم من. کاملا درسته، یعنی اصلا شتاب ما در واقع هیچه. بله. این حرکت برای همین انقدر آسونه. این بچه‌ها خیلی راحت باش میتونن ور برن، به خاطر اینکه اصلا قراره هیچ اضافه و کمی نشه. درسته. همین خط که هست رو شتابش خیلی دعوا نداریم. درسته. آسونه. خب پس حرکت یک نواخت رو خط راست یعنی حرکت سرعت ثابت داشته باشه از لحاظ اندازه و جهت. اصلا هیچ بله صحبتی نباید بکنیم در مورد جهتش چون ثابته. شتاب نداشته باشیم، یعنی شتاب صفر باشه. بله. سرعت متوسط و لحظه‌ای برابر باشن 100%. از نظر اندازه و جابجایی مسافت هم از نظر اندازه یکی باشن. برای اینکه ما هیچ وقت بر نمیگردیم. شرط یکسان بودن جابجایی مسافت بچه‌ها یادشونه این بود که حرکت رو خط راست باشه که هست، برگشت نداشته باشه که نداره. درسته. جابجایی مسافت هم پس اینجا توی تستا آقای منتظری وقتی میگن که مثلا جسم چند متر طی کرده یا مسافتش چقدره یا جابجاییش چقدره، دارن یعنی یه حرف میزنن. خیلی دیگه فکر نکنیم بهش. موافقم. برای به دست آوردن معادلش به خودمون بگیم که خب ما از یه ایکس صفری به نام مکان اولیه شروع میکنیم. در لحظه تی به یه ایکسی میرسیم که نمیدونیم چنده. بله. قطعا به شیب این گفتیم سرعت. بله. برای همین این میشه ضلع مقابل به ضلع مجاور، یعنی ایکس منهای ایکس صفر تقسیم بر تی. برای سادگی چون این تی از صفر شروع شده اسمش دلتا تی همون تی میشه. پس یعنی الان اینجا ایکس منهای ایکس صفر این ضرب شده. دقیقاً. یعنی ایکس منهای ایکس صفر این مقدار جابجایی میشه. این هم میشه زمان. اینم زمان صفر تا تی، پس تی منهای صفر اون میشه همون تی. بله. دلتا تی رو اینجا به اسم تی مثلا معرفی کردیم. چی بشم که قرار شد سرعت باشه دیگه. آره ببینید الان اینجا ایکس منهای ایکس صفر تقسیم بر تی میشه سرعت متوسط، ولی چون با لحظه‌ای برابر است ما دیگه میگیم سرعت. آره. خودمون رو راحت میکنیم. پس دلتا ایکس به دلتا تی این شکلی شد. من اینو بیارم بالا وی تی، این طرفم این ایکس صفر رو منتقل کنم، ایکس میشه وی تی به علاوه ایکس صفر. بله. که این اسمش معادله مکان زمانه. البته خیلی ساده است دیگه، خط راست.
درجهشو میبینین یکه، بنابراین شیبش میشه سرعت و از مکان اولیه x0 هم شروع میکنه. آره پس این در واقع عرض از مبدأ ما دقیقاً همون مکان اولی است. این معادله درجه یک هستش بر حسب تی، ضریبش میشه شیب یا سرعت ما. مرسی. تو کلاس آقای منتظری قراره که یه چیزایی گفته بشه به این شکل. من جای شما حرف میزنم، شما جای من. آقای منتظری سر کلاس به این میگه تابع. بچه‌ها تو کلاسش نگاه کنید، اینجا به این میگه شیب، بله. به این میگه متغیر، به این میگه عرض از مبدأ. حالا من چی میگم؟ شما من به این چی میگم؟ به این میگید مکان. دقیقاً. به این میگید سرعت. بله. به این میگید زمان. بله. به اینم میگید مکان اولیه. زنده باد. این معلم فیزیک و ریاضی بغل هم نشسته اینطوری میشه. بسیار عالی. حل دیگه. اوکی. خب آقا این مثال حل کنیم. متحرکی با سرعت ثابت از نقطه آ به حرکت در اومده. از نقطه اسم این چیه؟ مکان اولیه. پس شد 4. بله. بعد از 5 ثانیه به کجا رسیده؟ به بی رسیده. استاد چقدر راه رفته؟ 10 متر. منفی یا مثبت؟ منفی. آفرین. پس سرعت باید منفی باشه. بله. خب گفته که معادله حرکتش رو تو اس آی بنویسید، یعنی هم سرعت رو در بیارید هم x0 رو، بعد این معادله بنویسیم براش. بعدش هم که 5 ثانیه بگید نمودار x تیش چجوری میشه. درسته. بسیار خوب. آقا سرعت چقدر شد؟ ما سرعت میگیم جابجایی تقسیم بر زمان. گفتین جابجایی میشه چقدر؟ جابجایی که 10 متره. منفی 10 متر. معذرت میخوام، منوی 10 متر. بله بله. در زمان چقدر؟ بعد میگه تو 5 ثانیه این اتفاق افتاده. پس جابجایی تقسیم بر زمان میشه منوی 2. پس سرعت من منوی 2. این عقبکی داریم میریم. دقیقاً. منهای 2. مکان اولیه‌مون هم شد چند؟ شما در واقع این x0 رو دارید برابر با 4، چون اینجا 0 اینجا میشه 4. پس x0 رو داری. v یعنی شیب هم داری. آقا عرض از مبدأ رو داریم، شیب رو داریم. خود دیگه چی میخوای؟ x مساوی میشه با منهای 2 تا t به علاوه 4. به علاوه عرض از مبدأ. آره برای 2 تا به علاوه 4. کشیدنش خیلی آسونه. به خاطر اینکه یه خطه با شیب چی؟ منفی 2. یعنی از ارتفاع 4 حرکت میکنیم، با شیب منهای 2 میایم پایین. x0 مون شد 4 استارت نمودار. خب شما عرض از مبدأ رو پیدا کردی. حالا منم یکی رو پیدا بکنم. بله. ریشه اینو مساوی 0 قرار بدیم، تی میشه 2. یعنی این حرکت میکنه با شیب منهای 2 میاد تو اینجا 2 برخورد میکنه. دقیقاً همین که فرمودین، میاد تو اینجا میزنه نمودار. آره. ما چون می‌خواستیم تو 5 ثانیه رسم کنیم، ما منتظری گفتیم تا 5 بیشتر نریم. بله. مثلا اینجا رو اگه 5 بدیم، درسته. اینجا باید بشه منهای 6. آره 5 رو بندازیم تو اون دیدین دیگه تو اون شکل اصلا منهای 6 میشه. بله اصلا 5 رو بندازیم تو این تابع، مکانو به ما میگه نمیده. 5 ضرب در منهای 2 میشه منهای 10 به علاوه 4 میشه منهای 6، یعنی توی مکان منهای 6 یه رسم در واقع قطعه‌ای انجام دادیم نه تا بی‌نهایت. حالا یه سوال، اون چیزی که شما نشون دادی فقط یه محور افق بود. بله. فقط داشت مکان رو نشون میداد. یعنی اون محور مکان افقی بود. شما الان این محور مکان رو آوردی عمودیش کردی. بله. و اینجا سرعت بهش اضافه کرد. ببخشید بله. زمان بهش اضافه کردی. بله. یعنی بازم از همون 4 اومدیم منهای 6. بله. ولی تو زمان 5 ثانیه نمودار بله. آره خیلی تکمیل تره. بله. آقای منتظری این خط رو الان شیبش رو حساب کنیم چجوری در میاد؟ این خط شیبش رو حساب بکنیم میتونیم بگیم از اینجا تا اینجا 3 تا رفتیم، از اینجا تا اینجا 6 تا اومدیم. خب 6 تقسیم بر 3 میشه منهای 2. هر تیکه این همون عدد رو میده. اینجا هم میخوایم حساب بکنیم. بله. میگیم آقا از اینجا به اینجا اومدیم 4 تا منفی 2 تا مثبت، تقسیمشون میشه منهای 2. شیب خط در واقع هیچ فرقی نمیکنه چه قطعه انجام بشه. یه سوال از تجربی داریم، خیلی هم سوال قشنگیه سراسری. برای اجسامیه که آقای منتظری نقطه‌ای نیستن. قطار کلا طولش جدیه، نمیتونیم بگیم یه پوینته. و همین دایی وقتی میخواد رو پر رد شه ما تعریف کنیم قطار رو پر رد میشه یعنی چی. میگه سر قطار رو پر رد میشه، وسطش رد شه. چیه این داستان؟ این تعریف میخواد تو فیزیک. تو کتابای مرجع نوشته قطار که رو پر رد میشه یعنی ته قطار از انتهای پر رد شه، یعنی هیچی از قطار رو پل نیست. بعد وقتی که واردم میشه یعنی هیچی از قطار بازم رو پل نیست، یعنی از سر شروع میکنه از ته به انتها در میره. این میشه عبور. پس اینجا یه اتفاقی باید بیفته، یعنی میزان مسافتی که ما طی میکنیم. میگیم آقا من برای اینکه از سر شروع بکنم از ته رد بشم اول میام 2 قسمت میکنم. میگم از سر شروع میکنم تا این سر برسه به اینجا. پس یعنی من فعلا به اندازه پل رفتم. بله. حالا از این سر شروع بکنم به اندازه ته برم یعنی به اندازه x1 هم
یعنی بعضی طول قطار هم به طول پل اضافه شده. پس یعنی اگر ما بخوایم وارد پل بشیم و کاملا از پل خارج بشیم، باید به اندازه طول پل به علاوه طول قطار حرکت بکنیم. دقیقاً همینطور که گفتید. من الان اینجا قشنگ نشون میدم این چیزی که شما گفتینو. سر قطار رو بچه‌ها نگاه کنن، از این سر دقیقاً فاصلهش میشه x1 که به علاوه x2. بله. یعنی مجموع خودش و پل رو طی میکنه. آره ببین اینجا سر قطاره، اینجا سر قطار، یعنی میزانی که قطار طی کرده. البته تهش هم میشه گرفت، ولی ما یه نقطه رو همینطوری انتخاب کردیم. خب آقا این طولش 400 متر است، یعنی پل 400 متره. بله درسته؟ پل بله. اما قطار معلوم نیست چند متره. اشکال نداره. سرعت قطار چقدر راه منتظری؟ میگه 30 متر بر ثانیه. یعنی تو هر ثانیه 30 متر. حالا تو 20 ثانیه چقدر؟ خب 30 تا 20 تا میشه چقدر؟ میشه 600 تا. 600 تا کلا رفته. پس یعنی کل رفت 600 تا. 400 تاش که طول پل بود، 200 تا میمونه برای قطار، طول قطار. اینم فقط برای تکمیل موضوع. x مساوی با vt. بله. خب دیگه حالا عدد گذاشتیم 400 طول پل، x هم نمیدونیم، x قطار 30 ضرب در 20. البته شما میگی x مساوی vt، منظورتون از x در واقع چیه؟ هم طول قطاره هم طول پل. بله یعنی مقدار مسافت طی شده. یا همون جابجایی. بله. خب اینم شد 200 متر. پس ما عبور قطار رو پل هم یاد گرفتیم. تونل هم همینطوری های منتظری. عبور از تونل هم همینطوره. باید انتهای این از انتهای تونل خارج شه. بله. قصهش یه قصه است. پس یعنی یه چیزی رو توی ذهنمون داشته باشیم. در هنگام ورود هیچی اون جسم روی پل یا تونل نباشه. بله. در هنگام خروج هم هیچیش نباشه. یعنی رد شده باشه کامل. آره. اگر تونل خراب کنی یا پل خراب کنی، قطار هیچیش نشه. بله. اینطوری. بله. خب یه سوال از سراسری ریاضی. دوچرخه سواری 90 کیلومتر بین دو تا شهر رو تو 4.5 ساعت طی میکنه. همین الان معلومه 90 کیلومتر جابجاییه. بله. زمانم که بهت داده 4.5. خب پس این سرعت متوسط رو من میتونم پیدا کنم. بله، اما یه سوالی اینجا مطرحه. آیا این دوچرخه سوار یه تک رونده؟ همین. اینو با ببینیم. آره. میگه وی با سرعت ثابت 24 کیلومتر تو ساعت رکاب میزنه. تمام شد. اما رفع خستگی هم داشته. آی نامرد. آره این خراب کرده کارو. و این 4.5 ساعت خالص نیست. درسته. نتیجه میگیریم که برای اینکه مدت توقفش رو پیدا کنیم باید به این فکر کنیم. این قطار چقدر، این دوچرخه سوار چقدر باید میرفت؟ الان 4.5 ساعت رفته. درست. اختلاف اینو میشه استراحت. پس بیایم یک کاری بکنیم. ما که میدونیم این فاصله 90 کیلومتر هست، نه زیاد میشه نه کم، پس دست به این نمیخوره. بله. یعنی دلتا ایکس ما 90 تاست، قبوله. از طرفی میدونیم وقتی این در حال حرکت بود سرعتش نه بالای 24 بود نه پایین 24. پس یعنی این دوتا دست بهشون نمیخوره. نه. پس این 4.5 ساعت ممکنه بخشیش مال توقف باشه، بخشیش مال حرکت واقعی، بخشیش مال حرکت باشه. فعلا پس 4.5 ساعت رو بذاریم کنار. دقیقاً. بگیم کل زمان واقعی به علاوه پرت با هم دیگه شده 4.5 تا. حالا زمان واقعی. پس از اینو اون بیایم اون زمان واقعی رو پیدا بکنیم. پس من میگم زمان حرکت یک نفس رو بریم. باش. یک نفس. آقا 90 رو باید به چی تقسیم کنیم؟ به 24. اینو به 3 تقسیم کنیم میشه 30، اینو به 3 تقسیم کنیم میشه 8. بله. 30 8 میشه 15، 4 میشه 7.5، دوم میشه 3.75. موافقم. خب آقا 3.75 ساعت ما اصلا نفس نگیریم، استراحت نکنیم، باید پا بزنیم. من فقط یه چیزی رو بگم، ببخشید. اینجا 90 تقسیم بر 24 چرا این اتفاق افتاد؟ در واقع این وی دیگه. بله. وی تی بله میشه دیگه دلتا ایکس. بله. حالا ما این کارو کردیم. دلتا ایکس تقسیم بر وی. پس یعنی 3.75 ساعت رو ما یه تک رفتیم. اما 4.5 ساعت ما توی مسیر بودیم. پس 4.5 ساعت رو من 3.75 میکنیم. زمان توقف مشخص. زمان توقف میشه عملاً 75 ساعت. بله. یعنی 3/4 ساعت. چون ساعت 60 دقیقه است، بله 3/4 میشه 45 دقیقه. پس ما 45 دقیقه باید اونجا نفس گرفته باشیم. اینجوری. اگه دقت کنن بچه‌ها می‌بینین یکاها رو من چجوری انتخاب کردم؟ ساعت انتخاب کردم و کیلومتر بر ساعت. بازیمو تموم که کردم ساعت شد واحدم، بعد به دقیقه یا به هر چی دوست دارم تبدیل میکنم. اشکالی نداره این کار، الزامی نیست از اول تو اس آی بریم. یه سوال خیلی جالب ریاضی، در نقطه مابین دو رشته کوه موازی تیراندازی میشه. پس یعنی ما دو تا رشته کوه داریم، درسته؟ یه جایی وسط یه جایی هر جا مابین، حالا وسط اینور اونور یه تیراندازی صورت میگیره. پس یه صدا تولید میشه. آقای منتظری صدا سرعتش میدونیم ثابته. بله. اختلاف زمان رسیدن اولین صوت برگشته از هر یک از دو کوه
به نقطه تیراندازی 3 ثانیه است. یعنی الان اینجا شلیک میشه. ببین من کوهم، شما هم کوهی. آها، این شلیک میشه اینجا. قبول. یه صدا میخوره به این کوه، برمیگرده، الان میرسه. یه صدا میخوره به این کوه، برمیگرده، بعدش میرسه. اختلاف اینا 3 ثانیه است. آها، پس یعنی این سوال منظورتون اینه؟ بله. اولین پژواکی که میشنویم تا دومیش 3 ثانیه است. سرعت سیر صوت 340 و ثابت. صوت چه به طرف شما بیاد، چه از طرف شما به طرف من بیاد، 340. صوت شوخی نداره. اختلاف فاصله نقطه تیراندازی از دو رشته کوه چند متره؟ خب اگر وسط بود، خب سرعت هم می اومد به سمت کوه شما، هم می اومد به سمت کوه من، چون وسط بود در یک لحظه به هم میخوردن، اختلاف زمانی میشد 0. دقیقاً. یعنی پس حتما به یکی از ما نزدیک‌تره. زنده باد. الان جمله جالبی شنیدین بچه‌ها. اگه وسط تیراندازی بشه، صدا دقیقاً همزمان به این کوه ها میخوره و میرسه به این، اختلاف نداره. ولی اگه به یکی از این کوه ها نزدیک‌تر شین، صدا از این کوه یا از اون کوه زودتر میرسه. اون اختلاف به هر کدوم نزدیکتر باشه زودتر میرسه. و 3 ثانیه اختلاف افتاده. حالا ببینیم چه خبره. من یه سوال دارم. فرض کن یه نقطه‌ای هستش به شما هم نزدیک‌تر. بله. درسته. یه فاصله ای رو میره و برمیگرده. یعنی اگر مال شما رو یه فاصله در نظر بگیریم به اسم دلتا x1. بله. دلتا x1 رفت و برگشت شماست. بله. برای منم دلتا x2 در نظر بگیریم رفت و برگشت منه. قبول داری یا نه؟ دقیقاً همینطوره. خب این یه رفت و برگشت برای شما هم یه رفت و برگشت. آیا نمیشه 2 تا فاصله کوه؟ چرا؟ قبول داری؟ بله، اینو میخوام همین الان نشون بدم. دقیقاً درست میگید و اینو اینجوری شروع میکنم. فقط من آقای منتظری آخرش میخوام سوالو باز بخونم. اختلاف فاصله نقطه تیراندازی از 2 تا کوه چند متره؟ یعنی فاصله نقطه تیراندازی از این کوه یا از اون کوه رو نمیخواد. نه. اختلافشو میخواد. آقا این نقطه شلیک با من یه فاصله داره، با شما هم یه فاصله داره. اختلاف این 2 تا فاصله رو میخواد. این چقدره؟ درسته. آقا این محل تیراندازیه. قبول. از شما فاصلش x2، از من x1. مثل به شما نزدیکه. آره. خب این شلیک که میشه صدای میره و برمیگرده، چقدر طول میکشه؟ T1. خب میره و برمیگرده، چقدر طول میکشه؟ T2. T1 2x1 ویومه. چون یه x میره، یه x1 میره، یه x1 هم میاد، پس یعنی در واقع 2x1 مسافت طی کرده. دقیقاً. توی زمان چی؟ T1. پس یعنی VT1 مساوی میشه با چی؟ 2x1. VT مساوی با جابجایی بود. بله. مسافت. این الان باید همون طوری باشه ولی با 2. آره. یعنی T2 باید چی یعنی باشه؟ 2 تا x2 رو طی می‌کنیم تو زمان T2. درست میگم؟ دقیقاً. پس یعنی 2 تا x2 تقسیم بر این سرعت این اون با یکی است. تقسیم بر این برابر با T2 میشه. اختلاف اینا بچه‌ها 3 ثانیه بود. آها. یعنی اختلاف زمان‌ها 3 ثانیه است. شما داری یه کاری می‌کنی. شما داری میای این رو با هم دیگه اختلافشون رو 3 میگیری. یعنی با تیغ خدافظی می‌کنی. آره. x و v رو داری میاری واسه بازی می‌کنیم. وی رو هم که داریم دیگه. وی هم 340 تا بود. تمام شد دیگه. فقط x2 و x رو کم می‌کنیم، مقدارش رو می‌خواد دیگه. تفاضل. آره. مثلا این 340 بره بالا، این دو هم فاکتور بگی تقسیم بر 2 بکنی میشه 170. 170 ضرب در 3 میشه 510. دقیقاً. درسته؟ پس یعنی این اختلافشون برابر 510 میشه. کاملا درست. خب این 510 چیه؟ اختلاف فاصله. x2 یه فاصله است، x1 یه فاصله است. اون اختلاف رو الان نتونستیم x2 رو پیدا کنیم، نه x1 رو پیدا کردیم. فقط اختلاف رو پیدا کردیم. خیلی جالب بود. حالا چیز جالب‌تر بگم آقای منتظری. به نظر شما اگر این 2 تا کوه همزمان یکی 10 متر برن عقب، خب یکی 10 متر برن عقب، اون 3 ثانیه عوض میشه؟ یکی 10 متر برن عقب. آره. خب یه لحظه اجازه بده به من اینطوری بگم 10 متر برن عقب، به یه زمان جدید میرسیم. سرعتمون هم ثابته. این زمان یه مقدار بیشتر میشه دیگه. بله. اون چی؟ اون هم 10 متر اضافه. آره اون هم همون زیاد میشه. آره. اختلافش بازم میشه 3 ثانیه. یعنی اینطوری بگیم، یعنی اگر من به اندازه یه مثلا کایی، آفرین، درسته؟ مثلا گفتی 10 متر باشه، 10 متر 10 متر یه رفت و برگشت مگه نداره؟ پس چی میشه؟ یه عددی به تی اضافه میشه. اصلا نه، به این جابجایی، به این جابجایی 2x که ما 20 تا اضافه میشه. تو صورت 20 تا اضافه شد. موافقی؟ تو اینم چون 10 متر اینجا رفت و برگشت داریم، 20 تا به این اضافه میشه. پس یعنی 20 ویوم اینجا اضافه شد، 20 ویوم هم اونجا اضافه شد.
درسته؟ کم کنیم. به هر دوشون به T1 و T2 20 بیوم اضافه شدن، بازم اختلافشون همون 3 خواهد بود. یعنی مهم نیست شما چقدر از کوه‌ها فاصله دارین، مهمه چقدر اختلاف دارید. آره. خب آقای منتظری، من از این کوه فاصله هم میکنم 1 متر، از اون میکنم 511 متر. اختلاف اینا چقدره؟ 510. همین جواب به دست میاد. میکنم 100 متر، اونو میکنم 610 متر. بازم 510. همین نتیجه به دست میاد. مقدار ایکس ها مهم نیست. یعنی اگر شما فاصله x2 و x1 رو به یه اندازه افزایش بدی، یه کاری بکنی که همیشه 510 اختلافش 510 باشه. اختلاف زمان هم 3 ثانیه است تا ابد. آره فهمیدم. فقط اینجا یه مطلب خیلی مهمی که بودش، شما t رو بر حسب x و v نوشتید. بله. چون سرعت برای صوت در هر دو حالت همیشه یکسانه، ثابته. شما دقیقاً ارتباط بین x1 و x2 رو برقرار کردی و اونم خواسته مسئله بود. مرسی. خب یه سراسری خیلی باحال. 2 تا قطارن آقای منتظری. 800 کیلومتر از هم فاصله دارن. خب فاصله مثلا یکی تهران یکی مشهد. قبول. اینا قراره یکیشون بیاد مشهد یکیشون بره تهران، دقیقاً جای جاشون عوض شه. درسته. مشهد الان اینطوریه، 2 خط است، یکی میره یکی میاد. قبول. خب یکیشون سرعتش نصف اون یکیه. نصف اون یکیه. یواشتر میره. باش. خب آقا 8 صبح راه میافتیم. بله. ساعت 12 ظهر از بغل هم رد میشیم. بعد من میرم پی خودم، شما میری پی خودت. شما میرسی تهران، من میرسم مشهد. درسته. فرض کنیم. درسته. آخر خط سوال اینجاست، اون قطار یواشه، من یواشم. ساعت چند میرسه مشهد؟ خب همینجا داشته باش. بیایم سوال یه بار دیگه یه تحلیل کوچولوش انجام بدیم. فاصله 800 تا بود. بله. درسته؟ بله. فرض کن قطار من سرعتش 2 برابر قطار شما. بسیار. شما تو اون قطار نشستی، بس شما ویدو باش، من نصف ویدو. قبوله. خب. درسته؟ حالا ما داریم چجوری حرکت میکنیم؟ چون سرعت من 2 برابر شماست، پس من جابجاییم 2 برابر. همیشه جابجاییم 2 برابر جابجایی شماست. در زمان مساوی. همینجا رو داشته باش. پس یه جایی ما به هم تلاقی مگه نمی‌کنیم؟ پس اینجا یه نتیجه میگیرم. اگر من 2 بسته رو طی بکنم، شما 1 بسته رو طی می‌کنید. زنده باد. یعنی از کل فاصله 3 بسته. آفرین. ما کل فاصله‌مون 3 بسته است. 1 بسته‌شو من میرم، 2 بسته‌شو شما میرید. چون سرعت من 2 برابر. 12 ظهر به هم میرسیم. قبوله. جایی که به هم میرسیم وسط نیست. نه. به این نزدیک‌تره. بله. چرا؟ چون این 1 بسته طی کرده، اون 2 بسته. بله. خب آقای منتظری 8 صبح الان. حالا شد 12 ظهر. من چند ساعت راه اومدم 1 بسته رو طی کنم؟ شما 4 ساعت. شما هم 4 ساعت. بله. اما من مسافت طی شدم 2 برابر شماست. خب اما من باید ببینیم کی میرسم به اونجا. درسته. سوال اینو خواسته دیگه، میگه قطار کندرو کی میرسه. آقا من 1 بسته رو تو 4 ساعت رفتم. بله. 2 بسته رو تو چند